این شعر جا داره که اگر هزاران و میلیون ها روپیه هم به شاعرش هدیه بدیم کمه، چون این ابتدا و انتها رو تو این شعرش جا داده. خیلی زیبا میگه هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، خدایا هر تمنا رو از این دلم بیرون کردم. قبلا با این دل من صد دله بود، با هزار تمنا، با هزار نیت تو رو بندگی میکردم که خدا منو به این حال برسونه، خدا رو منو به این حظ برسونه، خدا منو به این مقام برسونه، خدا منو به این مرتبه برسونه، خدا منو شیخ کنه، خدا منو مقتدای قوم کنه، خدا منو مصلح امت کنه. حتی همین این نیتایی که خودم برای خودم درست میکردم، یا اینکه تو رو بندگی میکردم برای پستش، برای مقامش، برای شهرتش، برای حد نفسانیش. اما هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، هر تمنا رو از این دل رخصت کردم، این دل رو خالی کردم. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، خدایا حالا دیگه تو بیا، خالی شد. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گیا، حالا دیگه تو بیا، حالا خالی شد، حالا هیچی دیگه تو این دل نیست. مقصود، مطلوب، محبوب این دل فقط تو شدی و حالا دیگه تو بیا.